احتمال اونطوری که گفتن در حدوداً 2 تا 3 ساعت توقف در اونجا داشتن، ولی وضعیت چنین بوده که مثلا همون فردی که پشت اون توپ بوده بقیه فرار کرده بودن، رفته بودن، یه گورهانی مثلا یا یه آتشباری در محل مونده بوده، اونا هم یه چند تا تیر خالی میکردن، همین که میدن ادامه داره خب توپ هم میذاشتن و فرار میکردن. اونها هم پیشرویشون ادامه دادن، آمدن در یه مسیر بعدیش. بعدها شنیدم که از مسیر ساقه به میونبر زدن قم و از قم وارد شد به حومه تهران خودشون رسوندن. از نظر پیشروی در همین زمان که احتمالاً یعنی همین گزارشات که به رضاخان میرسید، همین حدود که عرض کردم، رضاخان دستور آتش بس داد. بعد از 48 ساعت یا 3 روز، درست خاطرم نیست، بین این دوتاست، یا 48 ساعت یا 3 روز، دستور آتش بس داد و در این موقع البته تهران به وسیله 2 لشکر که قوی ترین لشکرهای ارتش بودند یه خط دفاعی رو تا دور تهران کشیده بودند. این دور تا دور تهران کشیده بودند. لشکر یک در غرب و قسمتی از شمال و جنوب، و لشکر 2 در شرق و قسمتی از شمال و جنوب تهران. البته فاصله شون از تهران زیاد نبود. از کنم که جلودارهاشون مال همین لشکرها مثلا در اون قسمت غرب که بنده مشاهده کردم تا حدود کرج پیشروی کرده بودند، ولی خود خط در حدود ترشت و مهرآباد و در همین حد فاصله، و تو اونجا که خانه وجود نداشت، بیابان بود، شاید چندین کیلومتر هم از تهران خارج شده بودیم تا به اینجا رسیده بودند. این 2 لشکر اونطور که عرض کردم مجهزترین لشکرها از نظر سلاح و کاملترین لشکرها بودن از نظر تعداد که جمعاً 40,000 نفر می شدند از مجموع 100,000 قشون ایران، و 40,000 نفر اینها فقط در تهران مستقر بودند، بقیه در سطح ایران. و اینها هم خب روی نقشه‌های خود رضاخان بوده است که در پایتخت به هر حال باید بزرگترین نیرو به نظامی در پایتخت بوده برای حفاظت خودش و رژیمش. این که شاید بهتر بود کمی زودتر براتون برسونم، همون روز که روز 3 شهریور که تجاوز
آغاز شد به وسیله این سه نیرو فرماندهی کل قوار رضاخان به پسرش واگذار کرد و ولیعهد هم بلافاصله یک ستاد خصوصی تشکیل داد در خود کاخ سعدآباد از حدود 15 افسر از سرلشکر و سرتیپ و سرهنگ. من هم با درجه ستوان یکمی جزء این ستاد خصوصی بودم. علت این که در موقعی حساس فرماندهی رو به پسرش داد چی بود؟ منظورم اینه که آیا چه عواملی باعث شد که این تصمیم رو بگیره؟ از کردم که خود رضاخان خوب میدانست که از مسائل نظامی به اون فرم جدید مطلع نیست. پسرش لااقل دانشگاه افسری طی کرده و مقداری مسائل تاکتیکی و نحوه حمله و دفاع و عقب نشینی و اینها رو یاد گرفته و شاید هم واقعا اگر میگفتن چه باید کرد جوابی نداشت بده، چیزی نمیتونست بگه. فکر میکنم یعنی برای حفظ پرستیژ خودش که دستورات غلط نظامی ندهد این کار کرد. حالا اگر ولیعهد هم اشتباه میکرد اقلا اون ستاد خصوصی در اختیارش بود که تعدادی از افسران برجسته‌ای بودند با اطلاعات نظامی کافی که راهنماییش میکردند. خب اون ستاد رو برای خودش درست میکرد. آیا ولیعهد را اصلا تصمیم این کار گرفته بود یا به توصیه رضاخان؟ و اگر این بوده رضاخان با چه ایده این کار رو انجام داد؟ فکر میکنم که یعنی اون موقع البته نتونستم تجزیه و تحلیل بکنم چرا این کاری کرد. حالا فکر میکنم که خواست که یعنی احساس میکرد. میگونم دائما شبها هم در اتاقش قدم میزنه، فکر میکنه و خیلی هم طبیعی بود که به هر حال هم یک آتیه ناگواری در انتظارش هست. الان که این سال فرمودید به نظرم میرسد که بیشتر به خاطر این بود که در ارتش یک قدرت بیشتری به پسرش بدهد که در انتقال قدرت یه مقدار از این قدرت قبلا داده شده که بزرگترینش هم بود، مهمترینش هم بود برای او که همون ارتش بود. و این افسران ستاد خصوصی هم خب با شنیدن دستوراتش که بعضی ها خب درست بود بعضی ها تصحیح می شد، در حال اینها می رفتن در خارج از اون محل خدمت. این یک نوع ایجاد محبوبیتی بود برای ولیعهد در اون دورانی که تصور میکرد انتقال انجام میشه. الان بنده اینطور میتونم فکر بکنم و با وجود این همون ستاد خصوصی، چون بنده هرچی عرض میکنم که اطلاعاتش در سطح خیلی پایین بود از نظر نظام، حتی همون افسر مطلع اگر یک مسائلی رو طرح میکرد این متوجه اون اصطلاحات نبود و در صدد اینکه این اطلاعات هم کسب بکنه نبود. در طول این چند سال سلطنت مواردی هست که
خیلی زود باور، یعنی خیلی زود میشد فریبش داد، برای اینکه وارد نبود. شاید هم از نظر پرستیژ خودش که در مقابل اینها حرفای اینها به اینها دستورات غلطی ندهد، و هم این که بزرگترین حامی به حساب خاندان که آرتش بود قبلا به ولیعهد واگذار کرده باشه تا بقیهش. اونم که در اول جریانات قبلی گفتید همون قضیه فراماسونی بود. دستوراتش به چه صورتی بود؟ دستورات بوده که عوض نکنید و البته خودش هم باید رأی داشته باشد و الا خوب یه فردی رو بگذارن که مسئولیت این مملکت داشته باشه بدون رأی، هیچ گونه رأی. این هم که نبوده. اینطور خیلی کارها کرد که انگلیس ها که آوردند اوره ها نمیخواستند یا میخواستند نقاط ضعفی در او پیدا بکنند، به وجود بیارند که هر وقت لازم نشد از طریق اون نقاط ضعف رو بکوبند، که همین کارم کردند. نقطه ضعف مهمش همون غصب کلیه املاک شمال بود که BBC در 3 روز متوالی و هر برنامه‌ای که داشت این رو تکرار میکرد که رضاخان بزرگترین کاری که بزرگترین خدمتی که به حساب مملکت شده اینه که کلیه اموال مردم شمال غصب کرده، به نام خودش کرده. این خب این میشه بنده این دیگه نمیتونم مطمئن باشم که آیا انگلیس ها میخواستند این نقطه ضعف در او به وجود بیارن یا اینکه خودش چنین حرصی داشته تشویق کردن به وسایل غیر مستقیم، که وسایل غیر مستقیم رو هم البته اطلاع داشتم. وسایل غیر مستقیم بود که تشویق می‌کردند. مثلا در اون موقع بنده هیچ وقت نمی‌دونستم که تمام این فرماندهان ارشد انگلیسی بودن.